صد بر آن آدم شرف دارد که دل دوستان بیازارد. این سخن را حقیقت باید تا معانی به دل فرود آید. آدمی با تو دست در مطعوم، سبزی بیرون آستان محروم. میگه برادر عزیز، میگه تو با یک برادر مسلمانت دستا تو هر روز در یک طبق نان میخوری، لیکن باقی مانده شما را که سگ ای آستانه خانه شما محروم بیرون است، باقی مانده شما را اونها میخورند. حیف باشد که سگ وفا دارد، آدمی دشمنی روا دارد. هزار حیف که اون سگ میگه وفایی میکنه و آدمی که با تو در یک طبق دست شای این دشمنی میکنه. آیا میگه از همین ده سگ بهتر نیست؟ یا خدا رحمت کنه شیخ سعدی را میگفت مسکین خر اگر چی بهتمیز است در بار همه برد عزیز است.